توجیکستان مظهری من سرزمینی کمزمین، تو سراسر سنگزاری، تو سراسر کوهسار، چون که فرزندانی تو در طول تاریخی دراز هر کجا رفتند مشت خاک با خود برده اند. السلام علیکم تماشابینان عزیز و گرامی قدر، علاقمندان شعر امروز. برنامه آفتاب باران بخشیده به حیات، فعالیت و مضمون و مندرجه اشعار شاعر زنده‌یاد لایق شعرعلی بخشیده می شود. در طول برنامه های خود درباره موضوع های گوناگون شعر لایق شعرعلی با سخنشناسان ولایت سوخت و جمهور صحبت های پرمعنای دایر خواهیم کرد. در برنامه امروزه ما نامزد علم های فیلولوژی استاد نورعلی نورزاد قرار دارند. استاد گرامی خوش آمدید میگوییم به برنامه ما. در آغاز میخواستیم درباره موضوعهای وطن دوستانه اشعار استاد لایق به بینندگان گرامی ما اندیشه های خود را بیان میکردید. تشکر. واقعا خیلی رمزی است که ما امروز از و در این سالی که در قلمرو تاریخی تاجیکستان عزیز ما باز هم با حرفهای زرین نوشته می شود و امروز که ما همیشه از وطنداری، از آیین وطنداری، از دوست داشتن تاجیکستان عزیز، این کشوری که همه روزه رشد میکند و همیشه ما از بودنش در پیشاروی تاریخ ملت افتخار میکنیم. با از استاد لایق، از استاد شعر معاصر تاجیک صحبت میکنیم، چون واقعا اگر ما با ادبیات گذشته ما، یعنی ادبیات 100 سال اخیر توجه کنیم، واقعا آغاز شعری وطنداری ما هرچند با استاد عینی با سروده های پر از محبت و احساس استاد عینی شروع می شود و در سروده های استاد دان لاهوتی و استاد مخصوصا استاد ترسونزاده به نقطه بسیار مهم خود می رسد. اما بعد از سالهای 60 عموما انقلابی که در شعر تاجیک اتفاق افتاد و هم از نظر مضمون، هم از نظر محتوا و هم از نظر درون مایه و هر چی به اصالت شعر پیوند دارد ارتباط میگیرد، این با نام استاد لایق پیوند است و اینا اکثرا همه صاحب نظران، استادان و سخنوران و حتی شاعران برکمال ما اعتراف کردند و حتی استاد گلنظر با ارادت و اخلاصی خاصی که نسبت به استاد لایق داشتند دارند و کتاب هم با نام لایق چون لایق نوشتند، همین نکته را اعتراف کردند که یعنی با همون محبت بزرگ گفتن که ما همه از آستین استاد لایق بیرون آمدیم و این خود گواهی آن است که استاد لایق در برابر اون همه موضوعات مهمی که ادبیات ما را با یک گردش کلی مواجه نمودن، در شعر وطنداری هم یک مقام خاص کسب نمودن. و اگر ما چون که شما از اون شعر تاجیکستان که وصف تاجیکستان که بهترین، یعنی همچون یک مظهری من تاجیکستان، مظهری من سرزمین کمزمین، یعنی ببینید که با اون که یعنی سراسر کوهسار و سنگزاری، لیکن وجود این تاجیکستان چقدر برای انسان، برای شاعر یک محبت بزرگی را ایجاد کرده است و ما میتونیم که حتی همون شعر وطنداری استاد لایق را یک از نظر زمان هم یک تصنیف کنیم که در هر دور و زمانی که تاجیکستان با همه مشکلات حتی در آغاز استقلالیت روبرو شد، در اونجا هم شعر استاد لایق یک شعار وطنداری ما بود. مثلا اگر ما با همون ربایی بسیار معروفی استاد لایق پیش از همه رجوع کنیم، میبینیم که مثلا میگن که یاران همه جا ولی وطن در یک جاست، هر سنگ وطن مثال هیکل زیباست، عالم همه جا عزیز لیکن بر من مادر یک تاست، تاجیکستان یک تاست. و بزرگی استاد لایق و محبت بزرگی به این وطن داشتن در شمار کمترین کسانی قرار داشتن که در اون روزهای دشوار دوشنبه را، شهر عزیزی تاجیکستان را ترک نکردند و همیشه با این وطن بودند، وطن را دوست داشتند. که ببینید حتی در سالهای جنگ شهروندی مثلا فرمودند که جان به قربان توی میهن خونین کفنم، بودی بیت الشرفم گشته بیت الحزنم. اما بازم با این محبت بزرگ و اولین کسی که پیام صلح را، پیام صلحی که پیشوای ملت در سال 1997 آوردن به تاجیکان و برابر فرود آمدن و در فرودگاه شهر دوشنبه، باز هم استاد لایق بهترین شعری صلح شعر وطنداری گفتن که رحم پروردگار ما آمد، نور حق بر دیار ما آمد، جنگ دیوانوار ما بگذشت، صلح دیر انتظار ما اومد. و واقعا اشعار وطن دوستانه که استاد لایق سرودن امروز باید برای هر یک شعار، یک شعری
بهترین وطنداری باشد، چون که استاد لایق از هر راه و واسطه ما را به وطنداری هدایت میکنند. مثلا وقتی برای خود اگر سخنوران امروز، برای نسل امروز، برای نسل جوانان همیشه یک هدایت استاد لایق است که تا چند به گذشتگان خود مینازی با رودکی و به حافظ شیرازی وقت از سری منبر آزاد سخن خیام دیگر حافظ دیگر سازی. یعنی ما که همیشه از افتخار گذشته میکنیم، در برابر افتخار کردن جامعه ما را، شاگردان خود را استاد حتی مثلا هدایت کردن که باید چون میراث بران بزرگ این تمدن کهن، این ادبیات غنامند هستند، باید همین ثابت نمودن این میراث برای این بزرگ در اون ظاهر میشود که باید مثل اونها، یعنی همون راه بزرگان دوام دادن و مثل اونها چهره های برجسته باید امروز از خود درک دهند که این ملت و این تاجیکستان عزیز ما بشارت نیرومندی خود را در همه زمانها با مردم و جامعه جهانی البته برساند. تشکر استاد. یک شعر استاد لایق را به فکرم همه آن نسل جوان و خردسال نورس میدونند. این شعری هر کی دارد در جهان گم کرده، در زمین و در زمان گم کرده، این نشان گم کرده و دیگر خویشتن را به نشان گم کرده. و میخواستیم که درباره اشعار استاد لایق تا چه اندازه برای بیدار کردن خودشناسی و بلند برداشتن تفکر ملی سهم خود را میگذارد. تشکر. واقعا در سالهای 60 ملکه در اشعار استاد لایق همین روحیه وطنداری، روحیه مثلا بیداری ملی به میان آمد و استاد لایق در کنار استاد اکادمیک محمد جان شکوری بخارایی و چند نفر از یایان تاجیک بودند که سالهای 80 برای در مقام دولتی دادن زبان تاجیکی تلاش کردند. سالهای طولانی خود استاد به عنوان رئیس بنیادی زبان تاجیکی برای پاکیزگی زبان تاجیکی خدمت کردند و در برابر این شعر اشعاری بهترین استاد لایق که شما من اینجا هم اشارت کردید به اون شعر معروف زبان گم کرده و حتی در ادامه این شعر میگن که باکنی گردآوری گم کرده است یا امیدی سروری گم کرده است، زهر بادا شیر مادر بر کسی کو زبان مادری گم کرده است. واقعا امروز ببینید که این اندیشه های بسیار برجسته استاد لایق در خور زمان ما هستند. امروز با ابتکار اساسگذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت محترم امان رحمان مسئله قانون جمهوری ترکستان درباره زبان دولتی در جمهوری ترکستان در سال 2009 از نو تجدید نظر و دوباره قبول گردید و امروز یکی از مسئله های محوری سیاست دولت در ساحه زبان است که من همه روزه برای تأمین پاکیزگی زبان تلاش ورزیده می شود و خود پیشوای ملت با نوشتن کتاب زبان ملت هستی ملت بار دیگر برای تمام نسل امروز، برای تمام جامعه ما نمونه عبرت در حفظ و گرامیداشت زبان تاجیکی گردیدن. و مثل این استاد لایق ما در یک مقدمه که به کتاب خراسان است اینجا استاد محمد جان شکوری نوشتن، در اونجا هم خیلی از مقام و منزلت بسیار بزرگی زبان تاجیکی را در پیشاروی تاریخ ثابت کردن و حتی یک نکته بسیار عجیبی هست در سخنرانی در پیشگفتار استاد لایق که به قلم استاد لایق تعلق دارد. اونجا اشارت میکنن که مثلا حتی در کتاب مقدس قرآن در سوره محمد آیه هست که اگر شما ایمان نآوردید من قومی آفریدم که به دین من ایمان آورند و میگن در شرح این دست بر شانه سلمان فارس گذاشت. یعنی استاد لایق در برابر اینکه در شعر خودشون هم هویت ملی و هم احساس عالی پاکیزگی زبان تاجیکی ما را ترنم کردن، ستایش کردن، در برابر این همیشه در سخنرانی در صحبت‌های خودشون این ارزش و این اهمیت تلقین میکنن، چون سخن استاد لایق در همه جامعه در امروز هم در گذشته هم در فرداها هم یک سخن راهنماینده برای تمام جامعه هست. و اگر ما به خود شعر خودشناسی استاد لایق یک موضوع بحثی علیحده است و البته چندین از دانشمندان امروز ما در این زمینه تحقیقاتی هم انجام دادن. در مقاله های استاد عبدالنبی ستار در نوشته های استاد گلنظر که ما یادآور شدیم، در نوشته استاد کمال نصرالله، در رساله ارزشمند ادبیات شناس و شاعر نیت حیات با نام انقلاب لایق در شعر معاصر تاجیک، این موضوع ها البته از هر جهت از هر زاویه بررسی شده است و بسیار مهم است که مثلا وقتی استاد لایق خودشان در زمان خودشان بهترین پیغام برای نسل امروز و برای نسل فردا در چنانکه که ما در آغاز هم گفتیم دادن و مهمتر از همه استاد لایق خودشان
فرمودن که بهار ما بهار عاشقی بود، دلم در وصف یاران صادقی بود. از آن شدم که بعدی من بگویند زمان در زمین یک لایق بود. هزار سالها شعر استاد لایق شعر جاودانه است و چون که گفتیم مسئله های خودآگاهی از هر زاویه میشود بررسی کرد. یعنی این که گفتیم مثلا مسئله زبان تاجیکی و پاکیزگی آن و احترام به زبان تاجیکی یک موضوع بحث است، یک موضوعی است که یک شاخه شعر خودشناسی استاد لایق را ترنم میکند یا تحقیق میکند یا معرفی میکند و یک مقاله بسیار ارزشمند استاد محمد جان شکوری هم هست با نام شعر خودشناسی و شعر خودشکنی که اونجا هم بسیار از این اندیشه های سودمند استاد لایق به عنوان نمونه برجسته شعر خودشناسی ما تحلیل شده است. و اگر شاخه دیگری اشعار استاد لایق از نظر نقش این اشعار به تحکیم خودشناسی می نگاه کنیم، استاد لایق در رجوع به تاریخ، رجوع به اثرات تاریخی نمودن استاد لایق یک خودش بسیار یک زاویه یا یک شاخه بسیار نیرومند اندیشه های استاد لایق در مورد بلند برداشتن خودشناسی در این گونه اشعار مجسم است. و اون شعری معروفی که در پاسخ قصیده معروف استاد رودکی یعنی بوجوی مولان نوشتن بانگ جشن تاجیکان آمد همه قلقل یعنی از دوشنبه بر بخارا، از بخارا بر دوشنبه شریف یعنی به همین در سال جشن 1100 سالگی دولت سامانیان نوشته شد که بهترین نمونه شعر خودشناسی است. و در برابر این مثلا چهره های برجسته و بزرگ ملت ما همیشه در اشعار استاد لایق مجسم است، مثل استاد صدرالدین عینی یک شعر بسیار تاریخ گواه است در مورد در حاشیه کتاب ارزشمند تاجیکان استاد باباجان غفور و حتی مثلا همون شعر معروف یادگار عینی و این کوهساران زنده باد، شعر ترسونزاده و این آبشاران زنده باد. و حتی وقتی در جنبست این شعر میگن که تیر باران کردن ما کوشش بیهوده است، هر که ما را میکشد با شعر باران زنده باد. یعنی شعر استاد لایق شعر ابدیت است، شعری که در همه زمان این شعر مطالعه میکنم و من گمان میکنم که وقتی با خود جایگاه استاد لایق و خود شعر استاد لایق ما رجوع میکنیم، من یک چند سال قبل در این مورد یک نکته هم نوشته بودم که استاد لایق واقعا هر چی که ما میخواهیم همه با هر چی روی نیاز به شعر برای تفسیر اندیشه های خود داریم. مثلا اگر ما میخواهیم که با یک بزم عروسی مثلا برای تبریک یک نفر از دوست ما یا کسی از مثلا پیوند ما راییم، باز هم بهترین فال و بهترین سخن مثلا ما میتونیم از شعر استاد لایق بگیریم. مثلا همون شعر معروفی سری سبزت همیشه در امان باد، در زندگانی کامران باد، نصیب تو همه شادی عالم، غم عالم نصیب دشمنان باد. یا مثلا در وقتی تولد همین فرزند، حتی استاد لایق خودشان در زمان زندگی بودن گفتن که یک کاری بهترین انجام دادن که گفتن که وقتی بسیاری ها برای من مراجعت میکنن برای نوشتن کتیبه گور و یک کتابی هم فراهم کردن با نام سنگ مزار که تمامی بهترین بیت ها و پارچه های شعری از ادبیات گذشته ما برای سنگ گور مثلا برای نوشتن سنگ گور اونجا استفاده میشه. و در کنار این باید گفت که بهترین خدمتی استاد لایق همچون مثلا پشتیبان زبان، پشتیبان غایه خودشناسی ملی ما در جاری نمودن اصطلاحات و مفهوم‌های بسیار زیبای تاجیکی بود که مثلا همین واژه زادنامه با جای همون نامه مثلا تولد فرزند، یعنی خطی که یا مثلا حجتی که برای تولد میگن اصطلاح زادنامه استاد اول جاری کردن. خیلی از مفهوم‌ها که همچون به عنوان رئیس بنیاد زبان تاجیکی و مجموع این هم کارنامه‌ها و مهمتر از همه شعر استاد لایق در همه حالت چنان که ما گفتیم ما رو هدایت میکنه. و حتی مثلا البته موضوع بحثی خود شعر عاشقانه استاد لایق شعر جوانی است و امروز بسیار رمزی است که ببینید در هر کجا مرکزهای جوانان باز میشد به نام استاد لایق میگذارن. به حکمت نیست که در برابر شعر بلند وطنداری و خودآگاهی نوشتن شعر استاد لایق شعر برجسته، شعر نادر و ناتکرار عاشقانه معاصر ما است که این موضوع البته موضوع بحث جداگانه است و من بسیار سپاسگزارم که یعنی این اقدام از سر گرفته شد و امیدوار هستم که در دهم این سال ما بیشتر با استاد لایق که اصلا با شناخت هم نیاز ندارن، چون که همه در جان و در وجود خودشان شعر استاد لایق قبول کردن و چون که من گفتم و در هر مورد در هر حالت وقتی مثلا شما یک لحظه
مثلا غمناک بشه. حتی آنهایی که مثلا خود عیسی لایق میگن که در آوان 18 سالگیش شب به کتاب آرام گفته است، که در آوان 18 سالگیش شب و یاد دلبر شعر نگفته است، درون درس از استاد پنهان به نام دخترش خط می‌نویسم. مثل اینکه یعنی همیشه هر حالت انسان میتونه تفسیر کنه. یا مثلا اگر 100 سال هم جوی مرا دیگر نمیابی، شب و روزم خداگویی مرا دیگر نمیابی. یعنی این در برابر اینکه موضوع، البته این موضوع به ذات خود موضوع خودشناسی است. یعنی خودشناسی خود انسان. وقتی انسان میخواد خودش رو پیدا کند در حالاتی که انسان بر اثر حالت‌های روحانی خودش از دست می‌دهد، بعضی حالت‌های مختلفی که در مثلا از نظر اجتماعی هم از نظر معنوی وقتی که از دست می‌دهد یا نزدیکترین کساش از دست می‌دهد، البته همین هم یک خودشناسی است. و من فکر می‌کنم که مثل این که ما در گذشته همیشه دیوان حافظه باز می‌کردیم، من گمان می‌کنم که نسل امروز یا هر نفر امروز ما که با این ارزش‌ها با این حال و هوا نیاز دارد، حتما به دیوان اصول لایق رجوع میکند که خودش پیدا کند. مثل که خود اصول لایق گفتن که دو راه دوریم، راه پیدا منو دریا پرشوریم پرسودا، منو دریا. این دیوان اصول لایق هم دریایی است که همیشه انسان رو برای به سوی شناخت از هر زاویه از هر نگاه دعوت میکرد. اما امیدوار هستم که ما اصول لایق را، البته چنین گفتم که به شناخت نیاز دارن، من امیدوار هستم که دوام سال ما همیشه خودمان را از و تمام هستی خودمان را از این دیوان بزرگ، از این خزینه پربار و از این دریای بیکنار معنویت پیدا کرده تمام. البته تشکر استاد. خوش آمدید به برنامه ما. برای صحبت پرمحتوا سپاسگزار هستیم و واقعا درست گفتید که خوانندگان اشعار استاد لایق نه تنها یک نفر بلکه از نسل کلانسال جوانان و خوانندگان مکتب نیز با محبت و اخلاص زیاد قرائت میکنند، از یاد میکنند که این اطمینان دارم که برای تربیه و در روحی وطن دوستی و میهن پرستی تربیه نمودن آنها خدمتی بسا بزرگ خواهد کرد و کرده ایستاده است. خوش آمدید. برای صحبت پرمحتوا سپاسگزار هستیم. خوش آمدید بار دیگر. الا شاداب ساحل ها به قدر آب های جاری می باید رسید امروز که روز خشک خواهد شد. الا شاداب ساحل ها به قدر آب های جاری می باید رسید امروز که روز خشک خواهد شد. الا زیبای محفل ها به قدر هر چراغ دوره می باید رسید امروز که روز از شمال حادثه خاموش خواهد ماند. بینندگان گرامی، با این انجام زیبا برنامه نوبتی آفتاب باران را حسنی انجام می بخشیم. تا هفته آینده با شما با تمنای سعادت روزگار خیر و خوش می کنیم. سر بلند و خانه آباد بمانید.